22 اپریل بلوگر 21 ساله زاده تاجیکستان دینا سایوا که او را ملکه تیک تاک و یکی از بایترین بلوگرهای روسیه مینامند مخلصان خود را جدا به تشویش انداخت. دینا سایوا صفحه بستش در اینستاگرام را برای چند ساعت باز کرد و به پخش مستقیم برآمد. در دوام این پخش مستقیم مدت طولانی تقریبا چیزی نمیگذشت و تماشابینان به جز از یک پرده سیاه چیزی نمیدیدند. مخلصان چیزی را نفهمیدند و در چت پیام میزدند که آیا اینجا چی با دینا میگذرد و ناگهان شنیده شد که کسی تلاش دارد در حجره را که دینا از آنجا پخش مستقیم میبرد بشکند. صدای مادر دینا و خواهرش ملکه به گوش میرسید که با ترس و تلوسه نام دینا را گرفته فریاد میزدند. سپس صدای داد و فریاد برآمده و در آخر دختر آواز برآورد که او زنده است. بعد این پخش مستقیم یک بار قطع شد و کسی به تماشابین‌های حیرت زده نفهماند که با دینا چه شد. مخلصان چنین معنی گرفتند که دینا قصد داشت در جریان پخش مستقیم خود را بکشد. چند پیش دینا سایوا شکایت کرد که به سبب از تاجیکستان بودنش تحت حمله های پیوسته بدبینان قرار دارد. او صحیفش با چند میلیون پیرو را در اینستاگرام بست و اعتراف کرد که به سبب حمله های پیوسته داروهای ضد افسردگی و مایوسی استعمال میکند. برخی نوشتند که دینا سایوا از معتادی تبابت میگیرد. دینا سایوا 21 سال دارد. نام اصلی او مدینه بسایوا بوده. ملکه آینده تیک تاک روسیه در دوشنبه به دنیا آمده است. دینا راهش به سوی قله های شهرت را از لب جنباندن در هوای ترانه های معروف و نشر چنین ویدیوها در یوتیوب سر کرده بود. امروز دینا سایوا با برندهای مشهور چون کوکاکولا، دولچه گابانا قرارداد بسته در کلیپ های ایگور کرید نقش اساسی را اجرا میکند و در بین مردم بدون محافظ نمیگردد. به حساب فوربس این دختر تاجیک حالا هر ماه در تیک تاک 800,000 روبل کار میکند. شماره پیروان او در این شبکه هنوز یک سال پیش از 16 میلیون گذشته بود. دینا سایوا سالهای پیش با چندی از جوانان تاجیک نیز وارد بحث‌های شدید شده بود. منتقدان تاجیکش طرز لباسپوشی و رفتار دینا سایوا را بیرون از حد آداب خاص یک دختر مسلمان نامیده از وی دعوت میکردند که خود را اصلاح کند. ولی دینا سایوا میگفت کسی را اجازت نمیدهد که به طرز زندگیش دخالت کنند و او را پند دهند.